سلام. امروز میخوایم بریم یکی از کلابای آلانیا، یه برنامه فان و خفن. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب بچه ما سوار ماشین شدیم تو محله اوباد، داریم میریم سمت کلئوپاترا. تقریبا 15 دقیقه تو راهیم تا برسیم به این پارتی جذاب. خب ما رسیدیم اینجا. ایلوژن پالم بیچ یکی از بهترین بیچ کلابای آلانیاست. برنامه چهارشنبه سوری رو تدارک دیدن. نفر 500 لیتر ورودی گذاشتن که ما آماده کردیم 500 لیتر رو نقد بدیم بهشون، با یه دونه ولکام درینک تحویل بگیریم. بریم ببینیم چه خبره. بیایم یه چیزی بهتون بگم. آقا ما زودتر ساعت 8 رسیدیم، راهمون ندادن. چرا؟ اذان من افطار کنم. پشت درهای بسته، پشت درهای بسته. سرد شد، دستشویی دارم. حالا به هر بدبختی بود ما این آرایشو کردیم. حالا اومدیم اینجا نیم ساعت وایسیم دوباره میگن اون بهش شکه دار. بالاخره رسیدیم تو لوکیشنی که چهارشنبه سوری قراره برگزار شه. هنوز اونقدر همه نیومدن ولی دیان میترکه. همینجوریش هم بالا. لوکیشن خیلی خوبه. یعنی کسی هم نیاد ما اوکی منو. جذابه. ما هستم پیک اولمه. سلام علیکم. خوش میگذره؟ بله. چهارشنبه سوریتون مبارک باشه. مرسی. چهارشنبه سوری شما مبارک. قربون شما، مرسی. یه رسم چهارشنبه سوری میشه برامون بگید؟ یکی از رسمای قشنگش قاشق زنیه که بچه‌ها میرن در خونه همسایه‌ها، خلاص قاشق میزنن و هدیه میگیرن و فالگوش هم خیلی باحاله. اینو من خوشم. امشب نیت کنی و راه بیفتی ببینی گوش کنی. اینو من دوست داشتم. جوابتو میگیری. فالگوشمون نشه. بریم. میگذره. چهارشنبه سوریتون مبارک. من به چالش بکشم. آقای پیمان حاضرین؟ خیلی خوشبختم از اینکه از شب چهارشنبه سوری سنتیمون و اینکه امیدوارم امشب شبی باشه که به همه ایرانی‌ها در همه جای دنیا خوش بگذره و من خیلی خیلی خوشحالم که هنوز یه سری سنت‌های ایرانی‌ها واقعا پابرجا مونده و بهش افتخار می‌کنیم و امیدوارم که این سنت ها مثل سنت های همه کشورها و ملیت ها باقی بمونه. خوشبختم، خرسندم. love you یا شادری. مرسی. یه دونه سنت چهارشنبه سوری هم برامون میگی؟ ببینید من یادم خودم سال 1342 بود با رضاخان خدا بیامرز ما قاشق زنی رو انجام میدادیم، ولی خب متاسفانه یکم کم رنگ شده، ولی امیدوارم که این رسمم دوباره پررنگ‌تر بشه. قاشق زنی میرفتیم دم خونه همسایه‌ها، یه چادر می‌انداختیم رو سرمون، قاشق می‌زدیم. یادم اون موقع شکلات بهمون میدادن. خیلی کوچیک بودیم، ولی خیلی وقته که من خبر ندارم هنوز هست یا نیست و امیدوارم که اینا رو به صورت مداوم انجام بشه و برنامه لایو بشه. خوش اومدید. مرسی. خوش آقا کار کردن در شرایط سخت. یاندیک یا سوختم. خب
خب در کنار عسل جون یکی از بیزنس وومنای قدیمی آلانیا هستیم. عسل جون سلام، شبت بخیر. خوش میگذره؟ خدا رو شکر، مرسی. چهارشنبه سوریت مبارک. مرسی برای شما. ببخشید وقتتو گرفتم، مال وسط پارتی هم هست. یکی از رسمای مورد علاقه چهارشنبه سوری رو به ما میگی؟ قاشق زنی از بچگی دیگه همیشه تو یادمون مونده دیگه. خب پس برنامه‌مون اینه که بعد از پارتی قراره با هم دیگه بریم قاشق زنی بعد از پارتی. دیگه وقتتو زیاد نمیگیرم، برو خوش بگذره بهت. قربونت برم، مرسی که اومدی با همون صحبت کردی. فدای تو بشم. خیلی ممنون. مرسی که تا اینجا با ما بودین. ما دیگه بریم به ادامه پارتی برسیم. تو رو خدا دیگه من دارم میمیرم. مرسی از همراهیتون. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. چهارشنبه سوریتون مبارک.